قبول دارید که به واسطه شبکه‌های اجتماعی کلمات بار پیدا کردن؟ مثلا وقتی میگیم کلمه دیسیپلین الان یک کلمه خیلی قلمبه سلمبه شده که ما فکر میکنیم که تمام آدمای خاص خوش هیکل، خوش تیپ، نمیدونم ورزشکار یا یک مدیر موفق، اینجور آدم ها هستن که دیسیپلین دارن، در صورتی که اگر درست نگاه میکردیم از بچگی دیسیپلین یه چیزی بود که دور و بر ما زیاد بود و زیاد تکرار میشد و فقط واژش دیسیپلین نبود. کلمات به واسطه شبکه‌های اجتماعی که بار پیدا کردن. این روزا وقتی که میگیم دیسیپلین خیلی واژه دهن پرکنی شده و توی به واسطه شبکه‌های اجتماعی تا میگن دیسیپلین توی ذهنمون یک آدم ورزشکار خفن خیلی حرفه‌ای میاد یا یک آقا یا خانم مدیر خیلی موفق میاد که اینا به واسطه دیسیپلین شدن اینی که امروز هستن. درسته همه اینها واقعیت داره که دیسیپلین یکی از عواملی هست که ما رو به موفقیت میرسونه، ولی چیزی که هست اینه که ما اگر که درست نگاه کردن و ریز شدن به مسائل رو از بچگی نگاه میکرد، یعنی یاد میگرفتیم، این دیسیپلین واژه خیلی غریب و ناآشنایی نبوده، فقط بلد نبودیم که به چی نگاه کنیم و از چی باید درس بگیریم. مثلا خود من پدر بزرگی داشتم که هر روز سر یک ساعت مشخص قبل از اذان صبح بیدار می شد، نماز می خوند، دعا می کرد ساعتها و این اصلا عقب و جلو نمی شد. یعنی این قضیه مثل طلوع و غروبی بود که این ور اون ور نداشت. یعنی مثلا اگر که خورشید قراره که 6 صبح طلوع بکنه، دیگه مثلا 6 و 2 دقیقه نمیشه، دیگه 6 صبح طلوع آفتاب. و این بیدار شدن پدر بزرگ من برای مناجات، برای نماز، این یه چیزی بود که همیشه جلوی چشم ما بود از بچگی. یا پدر همسر من همینطوری بود. یعنی ما هر جایی که بودیم، من با این آدم خب سفر کردم، زندگی کردم، خونم اومده، خونهش رفتم، تو تمام شرایط یه سری چیزا ثابت بود. و حالا اون موقع چون ما اینو نماز صبح میدیدیم، شاید واسمون خیلی مثلا مذهبی جلوه میکرد، مثلا اینو آیین مذهبی میدونستیم، در صورتی که تمام این آیین ها خودشون از یک دیسیپلینی میان. مثلا اون روز اگر که اسم این نماز بوده، امروز میگن که آفرین فلانی مثلا پست میذاره، 1000 تا کامنت میگیره که مثلا صبح سر ساعت فلان بیدار میشم، مثلا با طلوع خورشید مدیتیشن میکنم. اینا تو شبکه‌های اجتماعی مفهوم پیدا کرده، تازه شده، نو شده و ارزش گذاری شده، در صورتی که برای ماها، خیلی از ماها، وقتی میگم نسل ما، این خیلی زیاد دیده میشد توی پدر بزرگ مادر بزرگامون، توی اطرافیانمون، توی حتی پدر مادرامون، که چون به یه سری آیینی، حالا کاری اصلا به مذهبی و غیر مذهبی بودنش ندارم، آیین در کل پایبند بودن، این اتفاق می افتاده. ولی امروز این اتفاق ارزش حساب میشه و همون آدمایی که همچنان دارن اون کار رو انجام میدن، اینا ضد ارزشن. چرا؟ چون تو برای چه کاری داری بلند میشی؟ چرا نماز میخونی؟ چرا مدیتیشن نمی کنی؟ چرا مثلا همه چیزا لیبل پیدا کرده. اینا چیه؟ اینا به واسطه شبکه‌های اجتماعی، به واسطه فاصله هایی که بین آدم ها افتاده و به واسطه درک نکردن مفاهیمه. به نظر من ببین یه سری مسائل هست که خب ما باهاش مخالفیم و حالا به هر دلیلی هیچ مشکل نداره، ولی این خود کلمه دیسیپلین که امروز کلمه ارزشمندیه و واقعا هم ارزشمنده، توی هر کسی میتونه تکرار بشه، این الگو توی هر کسی میتونه دیده بشه و قرار نیست که حتما خیلی واژه شیک و آدمای شیک و آدمای امروزی و نمیدونم حالا اون چارچوبایی که تعریف میکنیم باشه. من فکر می‌کنم که اگر که درست نگاه بکنیم، یا اینکه اگر به ما یاد میدادن که هر کس
چیزی داره برای اینکه به تو یاد بده و به هر کس باید به کدوم قسمتش توجه بکنی. همه آدم ها یک بخش بزرگی از طبیعت هن دیگه، یعنی طبیعت خودش به آدم یاد میده. این تکرار توی بعضی از آدم ها برای ما حکم معلم رو داشت. برای من احساس میکنم که پدر بزرگم یا پدر همسرم، من اون موقع بلد نبودم نگاهشون کنم. وقتی میدیدم که بابا بزرگم مثلا نصف شب وقتی تاریکه بیدار میشه عبادت میکنه و حالا یا پدر همسرم مثلا یه آب جوشی رو میخورد بعد میرفت پیاده تا محل مثلا حالا کاری که داشت، اون موقع احساس میکردم که ای بابا اینا مثلا چقدر سخت میگیرن زندگی رو، یا واسم ارزش که نداشت هیچ. مثلا فکر میکردم که بابا اون وقت صبح مثلا حالا دیگه چه کاریه مثلا این کاری که میکنه. ولی امروز همون لایف استایل، همون آدمی که پا میشه حالا مثلا قبل از طلوع مدیتیشنشو میکنه و میزنه بیرون پیاده روی میکنه، یا اینکه مثلا حالا نوشیدنی آب گرمشو میخوره، این آدم امروز شده الگو برای خیلی از ماها، برای من، برای خیلی از آدمای مثل من. و همین رفتار، عیناً این رفتار چند سال گذشته برای خود من ضد ارزش بود که فکر میکنم که حالا بابا مثلا ما هم از خواب مثلا انداختیم، مثلا میگم، و یا اینکه مثلا وقتی که استراب اینو داشت که مثلا من صبح خواب نمونم پاشیم بخوابین، مثلا خب پدر بزرگم بود، ماها همه مثلا جمع میشدیم، فکر کردم که بابا حالا یه روزم خواب بمونی، مثلا این دیگه مثلا چه بساطیه، مثلا هر روز داره تکرار میشه. میخوام اینو بگم که درست دیدن، به موقع دیدن باعث رشد آدم میشه. یعنی من اگر که اون روزی که توی خونه بابام بودم و 14-15 ساله بودم و این رفتار رو میدیدم و غر میزدم برای این، اگر بلد بودم درست ببینم و جدای از اون مسئله که حالا داره یک عمل مذهبی انجام میده یا غیر مذهبی یا هر چیزی، میدونستم کجاش مهمه، کجاش رو باید دقت بکنم، یا یکی به من میگفت که ارزش این کار برای چیه، یعنی یادم میداد که به کجاش دقت بکنم، امروز آدم موفق تری بودم. و شاید من توی 40 سالگی یاد گرفتم که صبح بلند بشم برای هدفام اون موقعی که همه خوابن، برای خواسته هام اون موقعی که همه خوابن، برای اشتیاقم به زندگی، برای اون چیزی که برام ارزش داره اون موقعی که هنوز هوا روشن نشده. شاید اگه اینو و تاثیرش هم دارم میبینم توی زندگیم، توی خلق و خوم، حالا نمیگم تاثیر خیلی واوی داشته توی زندگیم، ولی توی حال خوبم، توی خلق و خوم، توی اون احساس مفید بودنم. اگر اون موقع یاد میگرفتم خب چقدر زندگی من فرق میکرد، چقدر انتخابای من فرق میکرد. یعنی من فکر میکنم که این درست دیدن، بجا دیدن، چی رو دیدن یکی از مهمترین مسائلی هست که به ما آموزش داده نمیشه متاسفانه، و بعد به واسطه مد همون رفتارا بار پیدا میکنه و برای ما میشه یک آرزو که من چطور میتونم جای فلان آدم باشم، در صورتی که هیچ وقت فکر نمی کنم که آرزو کرده باشیم که مثلا جای اون بابا بزرگ باشیم، یا اینکه پا به پای اون بابا بزرگ. الان به واسطه شبکه‌های اجتماعی کمپین میذارن که مثلا 30 روز بلند بشیم مثلا با هم مدیتیشن بکنیم، 30 روز مثلا چالش قدم، 30 روز. خیلی قشنگه این چیزا، خیلی خوبه که به هم انگیزه میدیم، ولی اون موقع حتی هوس نمی‌کردیم که مثلا بابا بزرگی که مثلا کنار من خوابیده من باهاش بلند شم، و حالا نمیخواست اون موقع کلمه چالش رو روش بذاریم، بلند شم مثلا ببینم چه حالا هوایی داره، چه جوریه، چی به چیه، یه روز بکنم، دو روز بکنم، 3 روز ببینم چه تأثیری داره. منظورم اینه که بعضی چیزا الکی در قبالش گارد میگیریم و به بعضی چیزا الکی شاخ و برگ میدیم. فرمول همه چیز به نظر من توی طبیعت هست و تکرار میشه و
کافیه که یه مقدار ریزبین‌تر به مسائل نگاه بکنیم، یا اینکه با نگاه کردنمون یاد بگیریم که فکر بکنیم. فکر میکنم که این تنها چیزی بوده که امروز من توی 44 سالگی حسرتش رو دارم که خیلی از آدما دیگه نیستن که من ازشون بپرسم که واقعا چه تأثیری داشت، یا واقعا چرا این کار رو میکردی، یا بیشتر از یعنی فکر میکنم که ای کاش جوری که امروز به آدما دقیق میشم از بچگی یا از نوجوانی حالا این رو یاد گرفته بودم و چقدر معلمی سر راه من بودن که من استفاده نکردم واقعیت ازشون. اگر همچین تجربه‌ای دارین یا اگر حرف منو قبول دارین، دوست دارم که برام کامنت بذارین، یا اگر مخالفین بگین چرا مخالفین. ممنون میشم که با من همراه باشید توی این کانال.